با اقدام شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند در کوچه بهارستان محله وحدت شهر با جلب حشرچیان عکس تازگی محیط گذرانده شد. 300 نفر محصلین لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر خوجند با عکس جلب گردیده مواضع از هر گونه افلاسی‌ها، پرتاب‌های بی‌صاحب تازه کرده شد. باید قید نمود که کوچه مذکور در مواضع سیاح‌گذر کنار راه دوشنبه چناق قرار گرفته به حسن شهر کاستگی می‌رسانید. پرتاب‌های جمع شده طریق اداره‌های مربوطه کمونالی شهر به پرتاب‌های اساسی شهر برده شد. تاکید شد که معرفت اکولوژی اهالی که همچون اساسی هدف زندگی تازه و آزادی شهروندان قرار گیرد. جایز به ذکر است که شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند همچون مقام وکالتدار اوید به بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی تمام امکان و ذخیره‌های تعلیمی و تربیتی را وسیع استفاده می‌کند تا هر یک شهروند برای حفظ طبیعت و پاکیزگی محیط زیست مسئولیت بلند احساس نماید.